دوباره اومدیم سراغ این بار رقابت قهرمانی جهان. پرهام مقصودلو در مقابل حریفش به نام الکساندر. این بازی واقعا بازی شوکه کننده ای بود. بریم ببینیمش. پرهام سیاه، الکساندر سفید. قهرمانی جهان شروع شده. هر 3 نفر از نماینده های ما رقیب اول رو بردن. این بازی دوم پرهام مقصودلو، رقیب دومشه. بازی شوکه کننده. حریفش سفید، الکساندر E4. پرهام مقصودلو با دفاع کاروکان ادامه میده. ببخشید یه لحظه دستم خوردش رفت. آخره بازی E4. دفاع کاروکان ادامه میده. اسب C3 D5 اسب F3 فیل J4. این لاین ها ببینید اگه ما مثلا قبلش E6 بازی میکردیم اینجا فیلمون بد میشد. پرهام میارتش حداقل تعویزش کنن که قرار بد بشه. H3 با کمال میل تعویز میکنه. پرهام 2 فیل داد ولی خب جاش ساختار محکم اما اینجا شوکه کننده خواهد بازی کرد. D4 ساختارمون رو خوب کردیم که چی اینجا، ولی D4 خوبش اینه دوباره از اسب تیم میگیره. استارکش هم حرکت یکشه، دوباره از اسب تیم میگیره. اسب A4 با B5 تموم کار. هر جا بره تمومه به جز اسب B1. اسب میذاره B1 یه تمپ دوباره. فیلو گسترش میده. C3 باز میکنه و پرهام بدون اینکه پیادش تحت فشاره با اسب E7 اصلا میگه ولش کن میزنه. فیلو میذاره صفحه. پرهام خیلی درکش بالا بوده که نمیتونه حریف پیادش دفاع کنه. نهایتش اینه با وزیر دفاع کنه. فیل B6 پسش میگیره. اسب میذاره. آسه میدونه که دیگه دفاع نمیشه. فیل B6 میخواد با فیل پس بگیره. اسب 3 دو فیل میزنه و خب اینجا سفید بهتره برای 2 فیلش، ولی خب به نظر من سیاه هم خوبه چون D2 پیاده خونه D2 ضعیفه. جا اشتباه خب ببخشید اینجا وزیر میذاره خونه B3 میشینه به B7 حرکت خوبیه و اینجا B6 باز میشه. بعد از اینجا D3 اشتباهه. D3 3 حرکت عالی. ببینید اینجا هدف حریف چیه؟ ما یه حرکت علیک مثل قلعه بریم. فیل میذاره اینجا وزیر برداری D4. خیلی اینجا دیگه واقعا بازنده میشه. خب ما که میدونیم اون میتونه همچین حرکتی کنه. فیل E3 هم ما نمیتونیم جلوشو بگیریم اما جلو D4 که میتونیم بگیریم. یه لحظه سپند جلو D4 حداقل میگیریم. بعد وزیر D6 نداره با C میزنیم. حداقل اینه دیگه. وزیر A4 6 اونجا یه حرکت بی‌نظیر از پرهام از میخواست 6 قلعه. هر دو طرف قلعه میرن شاشون هم میکنن. رخ آر میذاره 3-1 چون خب این رخه احتمالش هست باز بشه بالاخره باید استفاده کرد. او هم رخ پرهام رخ میذاره D8 یه ستون نیمه باز دیگه رو خواهد ازش استفاده کنه. ببخشید یه لحظه دستم. خب و بعدش میخواد از خونه D4 هم با اسب پایگاه استفاده کنه چون اون موقع اگه الان ما اسب میذاشتیم D4 اشتباه میزنه. با هر چی بزنی خونه C به نفع رخش باز شده هر نوعی باز کن. خب پس اینجا بعد از هر دو طرف قلعه رخ اینجا باید اول رخ بذاره برندهش. حالا راحت اسب میاره اینجا مجبوره بزنه با وزیر و دیگه اون قطره باز نمیشه. رخ میذاره اینجا چون که رخ پرهام جایش خوب بود و تهدیدهای زیادی داشت. اسب میذاره 3-6 F4 و اینجا حرکت E5 باید از پایگاه با پیاده ها دفاع کرد. حرکت منده G3 این یکی رخ هم میاره که بتونه اگه حرکت الکی بازی کنه سفید رخ بزنه 3-4 با پیاده که زد. رخ بزنه D8 با فیل که زد. اسب خوب جلو فیل بعد دیگه بیشتر پیادهش هم رنگ میشه. قطری نداره فیل. اسب پایگاه زیاد داره اما مجبور میشه با رخ بزنه. با اسب میزنه 100 از شاه رو میذاره. شاه ها رو میارن تو بازی. کم کم تهدیدایی میخوان انجام بدن. رخ ها رو باز کن. اینجا تهدید رخ اینجا اینه آس B4 و پرهام اینقدر خوب درک میکنه همین الان A5 اصلا نمیذاره آس B4 حداقل به توفیق بیشتری میدادش. آس مجبوره به حرکت خوب دیگه ای نداره. شاه میاد همچنان. رخ
F3 هم رخ F1 هم تهدیدش اینه بزنه E5 و بعدش F2 7 رو بزنه که خیلی راحت دفاع میشه رخ F. خب در این وضعیت الان سیاه قاعدتا بهتره، اما ادامه بازی شوکه کننده است. یعنی تا چند حرکت دیگه هم سیاه بهتره. ما ببینیم پرهام به برد میرسونتش چی کار میکنه. نتیجه این بازی واقعا شوکه کننده است. اچو هم میرونه، پرهام دفاع میکنه. E5 خیلی منطقی که اگه زد پیاده توی چیزش باشه، پیاده برای دفاع از پایگاهش باشه. فیلو میاره عقب که یه کنترلی حداقل به خونه‌های اسب داشته باشه، 3-2 بگیره، نمیدونم B3 بگیره، اینا رو بگیره. حداقل کاربرد فیل همینه، نهایت هیچی نداره. رخو میذاره اینجا، میخواد جناب وزیر، حالا دیگه رخش رفت جناب شاه حریف، میخواد جناب وزیر رو بگیره. تنها بدی فیل که همینه دیگه، رخ نمیتونه بیاد جناب وزیر. میاد برای جناب وزیر B3 B5 برام بزرگ. اینجا یه اشتباه تقریبا هست. ببین اینجا 3-4 واقعا حرکت خوبیه، ولی به نظر اصلا استایلش هم که اشتباهه، چون الان برتری داریم ما دیگه، چرا باید پیاده بیشتر تعویض بشن؟ جای درست داره، ولی اینجا بیچاره خیلی بهتر. اگه میرون دیگه فیلش کامل همیشه بد بود بیچاره. اگه آچار که میزدم که ما ستون رو حداقل باز میکردم. اینجا حالا دیگه پرام اینو اومد اینجا بازی رو به مساوی رفت، چون حالا درست بازم هنوز سیاه تا درست باز کنه بهتره. رخ E1 رخ 3-5 رخ B5 و فکر کنم اینجا نه اینجا نیست. رخ B5 شاه 3-2 و اینجا اشتباه بزرگی برام که وضعیتش رو تو این دو حرکت وضعیت برنده استیم بدترین حالت مساوی به بازنده ترین حالت میرسونه. میزنه افتار رو تو داداش. ما این همه دفاع تو ساختی پایگاه رو افسانی، چی رو میزنی؟ منطقی بود ولی باید بیشتر. تو تنگی زمان هم بودم با اینکه استاندارد بوده، ولی خب باید بیشتر مثلا حتی اگه کات تایم هم کم بود باید بیشتر فکر میکرد. ایدهش این بوده که بعد از کیش و اینا الان این پیاده ها میان، پیاده همه دیگه میان تو سفید و بد میشه. خب ولی تو قطر فیله باز شده، اسبت از پایگاه برداشته شده. ببینید الان همه پیاده اومد رو سفید، ولی اسب تو هم چیزی نیست دیگه. رخ اینجا این پیاده تحت فشار، فیل اینجا فیلش عالی شد. شاه رو میاره، اسب میاره. برام میگفته یعنی J5 E5 ضعیفه، یعنی به جای اونا این دوتا بشن پایگاه، ولی اون دیگه تو زمین حریف بود. به نظر من اشتباه بود برام. الان میبینید دیگه سفید بهتره، اما باز هم ما تو این بازی شوکه میشیم، یعنی نگران نباشیم. حریف پرهام هم بد بازی میکنه و خدا رو شکر، یعنی بگیم میباخت خیلی وضع بد میشد. خدا رو شکر بد بازی میکنه پرهام. اینجا حریفش یه ترتیب حرکات اشتباه رفت. اینجا همین الان باید شعار میذاشته، نه اینجا همین الان باید شعار میذاشته 4 فیلو گذاشت و با یه ترتیب حرکت اشتباه یکم بازی مساوی رفت. اما دوباره شاده شیشه پرهام بدشون با یکیش میره عقب و اینجا شوکه میشیم بزودی. آب 4 طبیعی رخ اونجا، شاه میاد تو رخ اینجا. حریف دوتاشون تنگ زمانن ولی تو الان برنده ای. مثلا میگم الان رخ دیشی شریف میخواد چیکار کنه؟ هیچی نداره، چون تهدید داری همیشه. میخوایم بریم آقا آ6 پیاده رو بگیریم دفاع کنی. میخوایم بعد اگه با رخ آ8 دفاع کنیم، رخ میذارم E6 میخوام پیاده جی رو بگیریم. برنده است. اما اینجا شوکه خواهد شد بعد از این حرکات. فیل اینجا برمیگرده پرام که از خودش دیگه تو تنگی زمان حریفش هم از خودش میشه. بازی مساوی شد، باورتون بشه. پرهام در رفت از زیر شکست، واقعا در رفت. اگه اینترنت هم یاری کنه یا مرور بازی بزنیم ببینم میاره. آره میاره. دقت و ایناشونو ببینیم. 92% حریف پرهام داشت خود دقت مساوی گریش 2 تا خطا داشتن. 2454 گوشایش دوتاشون عالی، وسط بازی دوتاشون عالی بود، آخر بازی دوتاشون هم عالی. بریم ببینیم استایلش کجا رو حرکت خوب حرکتش این حرکت کلاسیک کتابی. خب جا بهترینه
اینجا گریت گفتم اسب اینجا حرکت خوبیه، برای همین بود. میدونستم یه نمیدونم چرا میگه خوبه، ولی خب میدونستم گریت. اینجا دیگه چی میگه؟ اینجا اوشیش هم میگه، حتی اشتباه میگه اسبو بیار. اوکی. اینجا هم میگه اشتباه. خدای پرهام اینجا خیلی بد بازی کرد، باید قبول کرد. اینجا هم من میگم ترتیب حرکات اشتباه بود. این الان اشتباه بود. اینجا اینجا فکر کنم بگه خوبه. ترتیب حرکات اشتباه همین میشه. خب اینجا گریت و اینم گریت بود که برای مساوی بود، اینم که اشتباه هم که دیگه مساوی. اینجاها باید اصلا فیلم میذاشتش ایدو. اوکی و مساوی شد. تا ویدیوی بعدی فعلا بدرود. بازی قهرمان جهان رو پوشش میدم، لطفا مشترک کانال شید. 3 تا نماینده شیر داریم، انشالله خوب کار میکنم. پرهام واقعا در رفت. تا ویدیوی بعدی فعلا.